سلام، وقت همگی بخیر باشه. قرار هستش که راجع به چرخه رانکین تعدادی سوال حل بکنیم که سوالات از سوالات ساده شروع میشه و به سوالاتی کمی پیچیده تر میرسه. اولین سوالی که قرار هست محاسبه بکنیم رو براتون میخونم. در یک نیروگاه حرارتی قدرت تولیدی توربین 1700 کیلووات هستش. 10% اون صرف عمل پمپ میشه. چنانچه گرمای داده شده به بویلر 6400 کیلووات باشه، بازده حرارتی نیروگاه و گرمای دفع شده به محیط رو محاسبه بکنید. به ما اطلاعات مسئله رو داده و 2 چیز رو میخواد: بازده حرارتی و گرمای دفع شده. بازده حرارتی رو با اتا نمایش میدن و گرمای دفع شده رو با کیو اوت نشون میدن. برای بازده حرارتیمون ما این فرمول رو داریم. در از 2 فرمول داریم که می نویسیم اتای ترمال برابر هستش با کار خالصی که داریم یا W نت به روی گرمای ورودیمون یا کیو این. فرمول دومی هم هست، اما ما از اون فرمول در اینجا استفاده نمی کنیم. می نویسم که با این فرمول آشنا باشید که هر زمان که داده های مسئله نیازمند استفاده از این فرمول بود، از این فرمول استفاده بکنید که برابر هستش با 1 منهای QL به روی QH. QL همون Q out هستش و QH هم همون Q in هستش. Q out گرمایی هستش که از طریق کندانسور یا منبع سردمون دفع میشه یا هیت لو هم میشه بهش گفت. Q in یا QH گرمایی هستش که از طریق منبع داغمون داریم یا بویلرمون داریم که هیت های هم بهش میگن. ما میخوایم اینجا از فرمول اول استفاده بکنیم. برای اینکه از فرمول اول استفاده بکنیم باید ببینیم کار خالصی که داریم فرمولش چی هستش. کار خالصمون طبق چرخه ای که داریم برابر هستش با کار توربین WT منهای کار پمپمون. چرا؟ چون با از طریق توربین ما داریم کار تولید میکنیم، یک کار خروجی داریم ازش میگیریم، ولی پمپمون کار داره مصرف میکنه. ما اگر این 2 رو از هم کم بکنیم کار خالصمون رو میتونیم داشته باشیم. برای اینکه این کارها رو به دست بیاریم اگر ببینید کار توربین رو به ما داده. گفته که قدرت تولیدی توربین 1700 کیلووات هستش، اما کار پمپ رو نداریم. کار پمپ رو فقط به ما گفته که 10% اون صرف عمل پمپ میشه. برای کار پمپمون میایم اون مقدار قدرت تولیدی که توربینمون داره رو 10% رو مصرف میکنه. کار مصرف شده از طریق پمپمون همون کار تولیدی توربینمون رو باید اون 10% رو ازش کم بکنیم. به چه صورت این کار رو میکنیم؟ همون 1700 کیلوواتی که ما داریم رو ضرب در 1/10 میکنیم که همون 10%مون باشه و به کار 170 کیلووات میرسیم. این کاری هستش که پمپ ما داره به ما میده. یعنی به نوعی این مقدار از قدرت تولیدی توربین میمونه چون پمپ داره این مقدار رو مصرف میکنه. حالا که کار پمپ رو داریم و کار توربین رو هم داریم راحت میتونیم
W نتمون یا کار خالصمون رو هم محاسبه بکنیم. اینا رو از هم دیگه کم میکنیم و کار خالصی که به ما میده رو به دست میاریم. مقدارش میشه 1530 کیلووات اگر اشتباه نکنم. این مقدار 1530 کیلووات کار خالصمون یا توان مفیدی هستش که توسط نیروگاه تولید شده. حالا که کار خالص رو داریم و کیو اینمون هم به همون دادن که همون گرمای داده شده به بویلر هستش، میتونیم به نوعی بازه حرارتی رو محاسبه بکنیم خیلی راحت. کار خالصمون شد 1530 کیلووات به روی که به این چقدر بود 6400. این مقدار رو اگر تقسیم کنید به عددی به حدود 239,000 میرسید. این عدد رو بهتر هستش که زمانی که جواب رو می نویسید به حالت درصد بنویسید که علمی تر هستش، که زمانی که میخواید بازده رو بیان بکنید باید با درصد بیان بشه که میشه 23.9 درصد یا میشه گفت به نوعی 24 درصد. این از این جواب به سوال اولمون رو به دست آوردیم. برای جواب سوال دوممون که از ما گرمای دفع شده رو خواسته که محاسبه بکنیم، میزان گرمای دفع شده یا کیو اوتمون رو میتونیم از فرمول کیو این برابر هستش با کار خالص به علاوه کیو اوتمون محاسبه بکنیم. میتونیم کیو اوت رو بیاریم اونور و خیلی راحت این محاسبه رو انجام بدیم. اطلاعات دوتاشون رو داریم، جایگذاری میکنیم، از همدیگه کم میکنیم. فکر میکنم باید بشه 4870 اگر اشتباه نکنم. داخل ماشین حساب چک میکنم که اشتباه نشه. شما هم لطفا چک بکنید خودتون. بله میشه 4870 کیلووات. یعنی چی؟ یعنی این مقدار گرما توی کندانسور باید به محیط دفع بشه. این سوال حل شد. میریم سراغ سوال دوم. این فایل رو هم من براتون میذارم داخل گروه که داشته باشید و ازش استفاده بکنید. سوال دوم. سوال دوم از ما چی خواسته؟ گفته که در یک نیروگاه حرارتی دمای منبع گرم 1300 درجه فارنهایت و دمای چگالنده یا کندانسورمون 48 درجه فارنهایت هستش. بیشترین بازده گرمایی چقدر هستش؟ اینجا هم باز میخوان که از ما بازده رو به دست بیاریم. کلا زمانی که میبینید توی صورت سوالات گفته میشه بیشترین بازده، حد اکثر بازده ممکن یا بیشینه بازده یک موتور حرارتی، اینجاها باید اگر اسم خود چرخه گفته نشده باشه شما باید از چرخه کارنو استفاده بکنید. یعنی از اطلاعات و فرمول هایی که از چرخه کارنو داریم استفاده میکنیم برای به دست آوردن بیشینه بازده گرماییمون. چرا؟ چون که بالاترین بازه گرمایی رو از لحاظ تئوریک بین دوتا منبع دما رو چرخه کارنو به ما میده. پس ما از چرخه کارنو استفاده میکنیم و فرمول هایی که از این چرخه داریم. کلا موتور حرارتی در اینجا
این معنا رو میده که بخشی از اون گرمایی که ما دریافت کردیم از منبع گرممون به کار تبدیل میشه و باقیش از طریق منبع سردمون دفع میشه. حالا اینجا که باید اتا رو دوباره محاسبه بکنیم، میایم مینویسیم که ببخشید اتای ترمال یا اتای کارنو برابر هستش با چی؟ با 1 منهای تی ال به روی تی اچ. اینا خیلی مشابهن با هم دیگه، قاطیشون نکنید. الان اینجا ما کیو رو داریم زمانی که داشتیم این نیروگاه حرارتی رو محاسبه میکردیم، اما اینجا تی هستش. این فرمولا رو حواستون باشه که مشکلی پیش نیاد. اینجا ما تی ال دمای کمینمون هستش و تی اچ دمای بیشینمون هستش. یک مورد دیگه هم که باید بهش توجه بکنید و خیلی خیلی مهم هستش، چون به مشکل برمیخورید هم توی جاگذاری هم رسیدن به جواب درست، این هستش که حتما واحدها رو باید به کلوین تبدیل بکنید یا رانکین، اما بهتر هستش، خیلی راحت‌تر هستش که به کلوین تبدیل بشه. الان همینطور که میبینید ما اینجا درجه فارنهایت رو داریم و حتما باید به کلوین تبدیل بشن. ممکنه حتی شما واحدهای انگلیسی هم ببینید که اتفاقا سوال بعدیمون از واحد انگلیسی استفاده شده که اونو بعد از جداول ترمودینامیکی استفاده بکنید که باید حواستون باشه از جداول ترمودینامیکی که مرتبط با سیستم انگلیسی هستن استفاده بکنید، نه سیستم SI، چون واحدهای انگلیسی هستن. به واحدها خیلی خیلی توجه بکنید که به جواب درست برسید و اگر توی امتحان هم اومد نمره اون قسمت رو از دست ندید، چون نمره جاگذاریش هم از دست میدید و خب به جواب درست هم قطعا نمیرسید. برای اینکه محاسبه بکنیم این اتا رو، یک نوع فرمول دیگه هم برای اتای کارنو داریم که بازده رو بخوایم محاسبه بکنیم. اتای کارنو فرمول دیگهش رو میتونیم به این صورت بنویسیم. البته فرمول دیگه ای نداره، این رو اگر بخواید تبدیل کنید به همین تبدیل میشه که میشه دمای بیشینه منهای دمای کمینه به روی دمای بیشینه. ما اینجا گفته که چی؟ دمای منبع گرممون یا بویلر همون دمای بیشینمونه. پس ما اینجا تی اچ رو داریم. تی اچ رو برابر با چه مقداری داریم؟ 1300 درجه فارنهایت. ما این مقدار رو حتما باید به کلوین تبدیل بکنیم. این فرمولا رو بلد باشید، به احتمال زیاد اما امتحان ها مجازی هستش، ولی این فرمول ها رو حتما بغل دستتون داشته باشید. من پیشنهاد میدم که یک برگه از فرمول ها داشته باشید برای هر چرخ جدا جدا، که چون خیلی مشابه همدیگه هستن با همدیگه قاطیشون نکنید. ما اینجا الان میخوایم تی اچمون رو از درجه فارنهایت به سیلیسیوس و از سیلیسیوس به کلوین تبدیل بکنیم با فرمول هایی که داریم. درجه سیلیسیوس برابر هستش با مقدار درجه فارنهایتی که داریم منهای 32. فرمول خیلی ساده ای هستن که توی دبیرستان هم باشون آشنا شدید قطعا. ضرب در 5/9. این مقدار رو اگر شما جاگذاری بکنید و انجام بدید به مقدار 704 ممیزه 14 درجه سیلیسیوس میرسید. بعد از اون برای تبدیل کردن این مقدار به کلوین داریم که درجه فارنهایتمون رو که بهش رسیدیم به علاوه مقدار 0 کلوین میکنیم، 0 مطلق میکنیم که برابر هستش با 273 ممیزه 15.
صفر مطلق یا صفر کلوین برابر هستش با 273 ممیز 15 درجه سانتیگراد. اینجوری هستش که تبدیل میشه. این مقدار رو اگر تبدیل بکنیم میرسیم به 977 ممیز 5 دهم کلوین. الان ما میخوایم از این مقدار استفاده بکنیم برای محاسبه اتا و جایگذاری دمای بیشینه. برای دمای کمینه هم اگر همین روند رو طی بکنید میرسید به این مقدار که TL که اینجا گفته دمای چگالنده یا دمای کندانسورمون یا دمای منبع سردمون برابر هستش با 48 درجه فارنهایت. این رو اگه بخوایم تبدیل بکنیم اون 48 درجه فارنهایت به کلوین میشه تقریبا 282 کلوین که ما اینجا به اینم رسیدیم. حالا اینجا خیلی بازده رو خیلی راحت میتونیم محاسبه بکنیم که بازده کارنومون یک منهای TL به روی TH هستش دیگه 282 به روی 977 ممیز 5 دهم. این رو اگر محاسبه بکنید به این عدد میرسیم. اگر اشتباه نکرده باشم فکر میکنم باید این باشه که گفتم باید حتما به درصد بیان بکنید که میشه 71 ممیز 15 صدم درصد. یعنی نیروگاه ما داره الان این مقدار گرما رو تبدیل به کار میکنه و باقی موندهش که میشه 28 ممیز 9 دهم درصد رو از طریق منبع سرد داره دفع میکنه. این هم از جواب سوال 2. این دو سوال سوالات خیلی راحتی هستن از کارنو و رانکین و خیلی ساده میشه حلشون کرد. بخش بعدی سوال خیلی طولانی تری هستش، به نوعی از چرخه رانکین هستش و میشه گفت تعداد خواسته های مسئله هم بیشتر هستش، اما از سوالات خوبی هستش که میتونه به تقویت حل مسئله‌تون کمک بکنه. خب سوال گفته که یک چرخه رانکین با بخار آب بین محدوده فشار محدوده فشار 1500 پوند بر اینچ مربع هستش. همونطور که میبینید این واحدها بر اساس واحدهای انگلیسی هستش که از جداولی باید استفاده بشه که آخر کتاب ها اومده. من اینجا جداول و اسکرین شاتش رو دارم. این الان برای کتاب کلاس هستش که الان اپندیکس افش همونطور که اینجا میبینید در آخر کتاب میتونید جداول رو داشته باشید. جداول رو هم با توجه به فازی که اون سیال هستش باید چک بکنید. ممکنه سیالتون در سوپرهیت باشه، ممکنه در فاز سچوریتد باشه. با توجه به اینا از این بالا که اطلاعاتشو داده میتونید ببینید که ببینید اینجا سوپرهیت ویپر واتر نوشته که برای آبی هستش که به صورت بخار داغ وجود داره و اطلاعاتش رو باید از اینجا توی اون نقطه به دست بیارید. در ادامه هم این جدول از کتاب موران شاپیرو هستش که باز میتونید پیدا بکنید. در اینجا دقیقا انگلیش یونیت ها هستن که یونیت های واحدهای انگلیسی هستش که شما میتونید چک بکنید. میخوام بگم که در تمامی کتاب ها این جداول موجود هستش و از همشون شما میتونید استفاده بکنید برای استخراج این اطلاعاتی که لازم دارید برای نقاط مختلفی که روی نمودار و روی چرخه هستش. بله 1500 پوند اینچ مربع در دیگ بخاره، یعنی در بویلرمونه، و 2 پوند اینچ مربع در چگالنده کندانسورمون کار میکنه. دمای ورودی توربینمون 800 درجه فارنهایت هستش
که باز اینجا باید فکر میکنم تبدیل بشه قطعا. بازده آیزنتروپیک توربینم 90% هستش. تلفات پمپ ناچیز در نظر گرفته شده و چرخه به گونه‌ای طراحی شده که 2500 کیلووات توان تولید بکنه. خواسته های مسئله این هستش که دبی جرمی عبوری از دیگ بخار رو میخواد، توان تولیدی توسط توربین رو میخواد، نرخ تأمین گرما در دیگ بخار رو میخواد و بازده حرارتی چرخه رو میخواد. اول از همه هر چقدر هم که محاسبات این چرخه ها به نظر پیچیده برسن، اما با رعایت چند تا قدمی که بهتون میگم میتونه حل این مسائل رو خیلی خیلی راحت تر بکنه براتون. و محاسباتش که راحت هستش، اما تشخیص و بررسی نمودارها و استخراج اعدادی که لازم دارید، اطلاعاتی که لازم دارید، خواصی که لازم دارید از جداول، اون کار رو برای شما خیلی راحت تر میکنه. توی چرخه رانکین همونطور که مشاهده میکنید، اول از همه باید نقاطی که روی نمودار هستن رو دقیق بتونید شناسایی بکنید و حالت هر نقطه رو متوجه بشید که به چه صورت هستش. خواصی که ما داریم از جمله آنتالپی و آنتروپی وابسته به حالت مادن. برای همین ما لازم داریم که به صورت دقیق بدونیم که حالت هر نقطه به چه صورت هستش. بعد از شناسایی دقیق این نقاط باید بریم به سراغ استخراج خواص ترمودینامیکی از جداولی که بهتون نشون دادم، یعنی یا از جدول اشباع یا فوق گرم. ما این اطلاعات رو باید استخراج بکنیم. بدون آنتالپی نمیتونیم انرژی رو محاسبه بکنیم و بدون آنتروپی هم تحلیل توربین برای ما ممکن نیست. پس برای همین استخراج این دو خاصیت خیلی خیلی مهم هستش. در مرحله بعد یا مرحله سوم باید توجه بکنیم که پمپ و توربینمون آیزنتروپیک هستش یا نیستش، چون این دو تنها اجزایی از چرخه هستن که کار رو برای ما تولید یا مصرف میکنن. پس باید توجه به این موضوع خیلی داشته باشیم. در مرحله بعد محاسبه گرمای ورودی که به بویلر هستش رو باید انجام بدیم و گرمای خروجی کندانسور، چون که انرژی که از این چرخه و از این دو بخش تأمین و دفع میشه محاسبهشون بسیار برای ما مهم هستش، که همینجا هم توی صورت سوال چون نرخشو خواسته باید اینا رو به دست بیاریم که بتونیم نرخ تامین گرما رو به دست بیاریم یا توان تولیدی رو به دست بیاریم یا بازه حرارتی رو به دست بیاریم. باید این محاسبات رو حتما در کنارش انجام بدیم. در بخش بعدی یا بخش پنجم باید برای رسیدن به توانی که از ما خواسته دبی جرمی رو حتما محاسبه بکنیم که اینجا هم از ما خواسته، چون این دو مستقیما که حالا میبینید توی فرمولا به هم دیگه وابستن. و در آخر هم بازه چرخه رو محاسبه میکنیم که راندمان سیستم رو که هدف نهایی اکثر سوالات هستش بتونیم به دست بیاریم. برای محاسبه اولمون نمودار TS یا نمودار دما و آنتروپی رو حتما شما باید بکشید برای امتحان هم، چه برای محاسباتتون و بررسی چرخه چه برای نمره گرفتن. باید حتما نمودار رو رسم بکنید و همچنین خود مدل چرخه رو هم باید رسم بکنید که من براتون میکشم، اون هم نمره داره که اطلاعاتش رو کامل بنویسید و حالت نقاط مختلف رو هم روش بنویسید که به چه صورت هستش. خب نقطه اول که اینجا مشاهده میکنید
نقطه اول ما خروجی کندانسوره. حالا بذارید من اول شکلش رو براتون بکشم که تجسمش برای شما خیلی خیلی راحت تر باشه. اول از همه ما اینجا پمپ رو داریم، خروجی پمپ رو داریم که به بویلر میرسه. بعد از اون خروجی بویلر به اینا شکلاشون هم مهم هستش که نشون دهنده یه جورایی نماد هر کدوم از این سیستم هایی هستش که میبینیم. این الان نماد توربینمون هستش اینجا که من با تی نمایش میدم و بعد از اون خروجی میگیریم به سمت کندانسور که من با سی نشون میدم و بعد دوباره ورودی به پمپ. ما اینجا کیو این رو داریم که اینجا هم میبینید و اینجا کیو اوت رو داریم در کندانسور. حالا محدوده ها رو اگر بخوایم مشخص بکنیم، اینجا 1 طبق نقاطی روی نمودار قرار داره، 2 3 و 4 هستش. حالا اگر بخوام براتون توضیح بدم، نقطه اول که گفتیم اینجا، نقطه اول که گفتیم اینجا دقیقاً همینجاست که خروجی کندانسوره که ما اینجا دقیقاً مایه اشباع داریم که فشارشون هم به همون داده بود توی صورت سوال. اینجا دقیقاً که 2 پوند بر اینچ مربع هستش که اینجا ما در این فشار مایه اشباع رو داریم دقیقاً قبل از اینکه وارد پمپ بشه. بعد از اینکه وارد پمپ میشه در خروجی پمپمون مایع فشرده داریم. خب یعنی فشار البته افزایش پیدا کرده، درسته؟ که اینجا دقیقاً ما اطلاعات فشار رو داریم که 1500 پوند بر اینچ مربع هستش. بعد از اینکه وارد بویلر میشه مسلماً دما به شدت میره بالا. اینجا بخار فوق گرم رو داریم یا سوپر هیت رو داریم که اینجا در همون فشار 1500 پوند ما به دمای 800 درجه فارنهایت رسیدیم. در نقطه 4 که برسیم، اینجا ما دقیقاً خروجی توربین رو داریم که اینجا ما بخار مرطوب داریم و اینجا این 4S که میبینید حالت ایدئال هستش که ولی در به صورت واقعی بخوایم اگر چرخه رانکین رو بررسی بکنیم نقطه اینجا میفته. اینجا چرا ما نقطه 4 کمی راست‌تر از 4S میفته که حالت ایدئالمون هستش؟ به خاطر اینکه راندمانمون رو به ما داده چقدر؟ گفته 90%. بازده آیزنتروپیک توربین رو داده 90%، یعنی 100% نیست. این ایدئاله که 100% باشه و به صورت عمود روی نمودار بتونید شما مشاهده بکنید. چون ما اینجا راندمان 90% رو داریم، کمی این خط مایل به راست هستش. خب توی مرحله 2 ما باید نقطه به نقطه بررسی بکنیم، اطلاعات نقاط رو دونه به دونه از جداول استخراج بکنیم، فرمول ها و معادلات رو بنویسیم و حلشون بکنیم. اگر هم جایی نیاز به تغییر واحد بود این کار رو انجام میدیم، ولی الان اینجا چون تمام واحدها به صورت واحدها انگلیسی نوشته شده مشکلی نیستش توی تغییر واحد. حالا باز میریم جلوتر و میبینیم توی نقطه 1 که توی فشار 2 هستش، 2 پوند برای اینچ مربع هستش، حالت مایع اشباع داریم. ما باید از جدول مایع اشباع استفاده بکنیم. توی این قسمت ما فقط چیا رو لازم داریم؟ ما فقط آنتالپی که با H نمایش میدن و آنتروپی که با S نمایش میدن رو لازم داریم. چرا؟ چون که اولا اینجا کیفیت معنایی نداره. اینجا چون به صورت
بله، چون به صورت مایع اشباع هستش کیفیتمون صفره، یعنی x برابر با صفر. همطور که میدونید کیفیت ما عددی هستش بین 0 و 1 و 0 در حالتی هستش که مایع کاملا اشباع داریم و 1 در حالتی هستش که بخار اشباع داریم و در اینجا چون مایع اشباع هستش کیفیت هیچ معنایی نداره. دمامون در فشار ثابته، حجم ویژه خیلی کوچیکه، پس تنها خواص لازمی که ما اینجا لازم داریم آنتالپی و آنتروپی هستن و در برخی از تحلیل ها میتونیم از حجم ویژه استفاده بکنیم. خب دلایل دیگه هم وجود دارن برای اینکه چرا اینجا فقط آنتالپی و آنتروپی مهمه استخراجشون از جدول. اونم اینه که انتقال انرژی توی تمام اجزای سیستم ما با اختلاف آنتالپی محاسبه میشه. در توربین هم تحلیل آیزنتروپیکمون نیازمند به آنتروپی هستش. پس چیز دیگه ای مثل دما و کیفیت به کار ما نمیاد که اینجا بخوایم استفاده بکنیم. میریم از جداول اشباع استفاده میکنیم. اینجا ما چی داریم؟ saturated water داریم. یعنی چی؟ یعنی مایع اشباع داریم. توی نقطه 1 ما باید از مایع اشباع استفاده بکنیم. میایم چون فشار رو به ما داده از جدولی استفاده میکنیم در واحدهای انگلیسی که شروع جدول با فشار باشه. میایم فشار رو چک میکنیم. برای ما چقدر بود؟ دقیقاً همینجا که براتون هایلایت کردم فشارمون برابر با 2 پوند بر اینچ مربع بودش. اطلاعاتی که لازم داشتیم چی بود؟ آنتالپی، آنتروپی و حجم ویژه. حجم ویژه‌ای که لازم داریم اینجا این مقدار هستش که میتونیم بنویسیم VF1. آنتالپی مورد نیاز ما این مقدار هستش که میتونیم این مقدار رو بنویسیم و آنتروپی مورد نیاز ما این هست. فکر کنم آنتروپی اینجا لازم نشه توی اطلاعاتی که لازم داریم بخوایم توی فرمول بنویسیم، ولی ما مینویسیمش و استخراجش میکنیم که شاید ممکنه یه جایی به کار بیاد. پس اطلاعاتمون رو بازنویسی میکنیم اینجا. پس میگیم در نقطه 1 همینجوری دقیقا باید بنویسید، نقاط رو دونه دونه محاسبه بکنید و اطلاعات رو به دست بیارید. H1 اون مقدارش یکی همون HF هم بود، این شکلی هم میتونید بنویسید. HF در یا اد میتونید بذارید در یه واحدش هم بنویسیم. در این مقدار فشار که برای ما بود 94/2 BTU بر پوند جرم یا پوند مس. و اطلاعات دوم هم که لازم داشتیم که از جدول بعد استخراج می کردیم حجم ویژمون بود، یا اینجوری هم میتونید نمایش بدید، برابر بود با این مقداری که اینجا میبینید که فوت مکعب بر روی پوند مس هستش. میریم به سراغ نقطه دوم. من اینا رو ببرم پایین تر.
اینجا فضا داشته باشیم. در نقطه دوم باید چه محاسبه بکنیم؟ پمپمون رو محاسبه بکنیم که ببینیم بعد از پمپ چه اتفاقی میفته. ما اینجا حجم ویژه رو لازم داریم برای پمپمون. اینجا میخوایم از اون استفاده بکنیم. چرا؟ چون برای اینکه کار پمپ رو بنویسیم بهش نیاز داریم. توی فرمول کار پمپمون برابر هستش با چی؟ حجم ویژه در فشار ثانویه منهای فشار اولیه که اطلاعاتش بهمون داده شده. دلیل اینکه از حجم ویژه استفاده میکنیم اینه که مایع تراکم پذیری کمی داره و حجم ویژه اینجا تقریبا ثابته. پس میتونیم از این فرمول استفاده بکنیم. برای فرمول آنتالپی هم که H2 می نویسیمش که اینجا باید به دستش بیاریم. H2 مونو میتونیم، چون دیگه ما دما رو نداریم و نمیتونیم از طریق جدول پیداش بکنیم آنتالپی نقطه 2 رو، میریم از این فرمول استفاده میکنیم که آنتالپی نقطه اول به علاوه کار پمپ ورودیمون هستش. اینجا دما رو نداریم ولی دما هم توی نقطه 2 برای ما الزامی نیستش که داشته باشیم، چون که پمپ حالت و فاز مایع رو تغییر نمیده، بخاری تولید نمیکنه، انتقال حرارتی نداره، فقط داره به آنتالپی اضافه میشه و آنتالپی رو داره افزایش میده. پس تنها چیزی که اینجا مهمه برامون تغییر آنتالپیه که محاسبه باشه. برای اینکه این محاسبات رو انجام بدیم برای کار پمپ می نویسیم که حجم ویژه رو که به دست آورده بودیم اطلاعات رو میذاریم در 1500 بودش منهای 2. این مقدار رو برای اینکه اینجا ما تبدیل واحد لازم داریم، چون اون به صورت BTU نوشته میشه و اینجا فوت مکعب هستش، باید حتما این تبدیل رو داشته باشیم که به BTU تبدیلش بکنیم و برای این کار هم میتونیم این نسبت ضریب رو اضافه بکنیم برای اینکه این واحد رو تبدیل بکنیم. یعنی این یک BTU نسبتش 5,404,000 اشتباه نوشتم ببخشید، پوند بر اینچ مربع در اینجا جا نمیشه، من این خورده میارمش اینورتر، در فوت مکعب هستش. این ضریب رو اگر اضافه بکنیم میتونیم این تغییر واحد رو به راحتی داشته باشیم. با محاسبه این اعداد میرسیم به اینکه مقدار کار پمپمون هستش 4.5 BTU بر روی پوند مس. این از این ما به این رسیدیم. برای آنتالپی دوممون هم که داشتیم محاسبه میکردیم، آنتالپی اولمون رو اینجا داریم 94.2 به علاوه کارمون رو که به دست آوردیم، کار پمپمون رو با هم دیگه جمع میکنیم، مقدارش فکر میکنم میشه 98.52 BTU پوند مس. این مقدار هم ما به دست آوریم در نقطه 2. این نقاط رو هایلایت میکنم که تشخیصشون
آدم پررنگه، تشخیصشون مشخص تر باشه، راحت تر باشه. میریم سراغ نقطه 3. در نقطه 3 اگر مشاهده بکنید، چه روی شکل چه روی نمودار، نقطه 3 در فشار 1500 هستش و به دمای 800 درجه فارنهایت رسیده که بخار فوق گرم هستش. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید بیایم اینجا از جدول سوپرهیت استفاده بکنیم. توی اون فشار و خواصی که لازم داریم استخراج بکنیم، آنتالپی نقطه 3 و آنتروپی نقطه 3 هستش که آنتالپی برای محاسبه انرژی و آنتروپی برای محاسبه توربینمون. میایم اینجا در داخل همین جدول که سوپرهیت هستش، اینا رو هم دیگه افتادن، من اینا رو جدا کنم. در این نقطه که همینجا میبینید من هایلایت کردم، میریم سراغ جدول سوپرهیت انگلیش یونیت که واحد انگلیسی باشه، اپندیکس F میتونید راحت پیداش بکنید و در دمای 800 درجه فارنهایت این اطلاعات رو داریم که میتونیم به راحتی استخراج بکنیم که فشار هم حواستون باشه که در فشار 1500 باشه. دقیقاً اطلاعاتی که گفتیم میخوایم آنتالپیمون و آنتروپیمون هستش که این اطلاعات رو استخراج میکنیم و مینویسیم. H3 برابر هستش با 1363 ممیز 1/10 BTU به روی پوند مس. S3 برابر هستش با 1/5064 BTU پوند مس. از طرفی فشارمون هم داشتیم که 1500 پوند بر اینچ مربع بود و دمای سوممون هم 800 درجه فارنهایت. ما این اطلاعات رو داشتیم از نقطه 3. میریم سراغ نقطه 4. نقطه 4 ما برای اینکه بتونیم توربین واقعی رو تحلیل بکنیم باید حالت ایدئالمون رو هم بدونیم. اینجا ما در نقطه 4 حالتمون آیزنتروپیک هستش، یعنی آنتروپی نقطه 4 اسمون که اینجا دیدید ایشون برابر هستش با آنتروپی نقطه 3. یعنی این فرایندی که از نقطه 3 به نقطه 4 میریم و از داخل توربین رد میشه آیزنتروپیکه. پس آنتروپی این دو نقطه با هم دیگه برابرن. اینجا بخارمون وارد ناحیه مرطوب میشه، فشارمون هم کمه، همون 2 است اینجا. پس اینجا باید کیفیت رو هم محاسبه بکنیم. اینجاست که کیفیت میاد وسط، چون جرم بخار برامون مهم میشه و برای محاسبه کیفیتمون اول میایم کیفیت نقطه همون 4S رو که حالت ایدئال هستش رو محاسبه میکنیم که برای این کار فرمولش هستش X4S یا همون کیفیتمون آنتروپی نقطه 3 منهای آنتروپی مایع اشباع تقسیم بر SFG که SFG رو اگر یادتون باشه همین هستش که SG منهای SF، یعنی آنتروپی گاز اشباع یا بخار اشباع منهای آنتروپی مایع اشباعمون میشه.
پس برای محاسبه این قسمت هم این اطلاعات در فشار 2 میتونیم از جدول استخراج بکنیم و اینا رو به دست بیاریم و همچنین این که حالت ایدئالش که آنتروپیا با هم دیگه برابرن، حالت عادی و واقعیش هم این دوتا با هم برابر هستند. میایم اینا رو جایگذاری میکنیم برای به دست آوردن کیفیت. ببخشید، می نویسیم x4s چون نوشتم 3، این 4 هستش. x4s برابر هستش با s4 که برابر هست با این مقدار. چرا؟ چون با s3 برابر بودش دیگه. ما همون مقداری که از جدول اینجا استخراج کردیم که اینجا میبینید، چون آیزنتروپیک بود و این دوتا با هم دیگه برابر بودن، همون مقدار رو جایگذاری میکنیم. این مقدار میشه منهای آنتروپی مایع اشباعمون که این رو هم از همون جدول میتونیم به راحتی استخراج بکنیم. این مقادیر همشون داخل جدول نوشته شده. با محاسبه این مقدار میرسیم به این عدد و کیفیت این نقطه 4 به دست میاد. برای به دست آوردن آنتالپی نقطه 4S هم میایم از این فرمول استفاده میکنیم که آنتالپی مایع اشباع به علاوه همین ایکسی که به دست آوردیم در آنتالپی FG مون. FG مونم که اینجا گفتم برای آنتالپی مثل مشابه همین هستش که حالا به جای SH هستش. میایم جایگذاری میکنیم این اطلاعات رو از جدول دوباره به دست میاریم همونطور که بهتون نشون دادم و این مقادیر رو می نویسید. این مقدار برابر میشه با 873.86 BTU بر پوند مس. خب اطلاعات 4 نقطه رو کامل به دست آوردیم. حالا باید بریم سراغ محاسبه راندمان یا بازده حرارتی که ازمون میخواد. برای محاسبه راندمان یا راندمان توربین در اصل می‌نویسیم اتای توربین برابر هستش با، از این فرمول میتونید در چرخه رانکین استفاده بکنید برای توربین، آنتالپی نقطه سوم منهای آنتالپی نقطه چهارم تقسیم بر آنتالپی نقطه سوم منهای آنتالپی نقطه چهارم S. برای اینکه این کارو بکنیم اول از همه ما اینجا 2 مجهول داریم، یعنی به غیر از اتهامون که فکر نکنم بهمون داده باشه، چرا بازه رو به همون داده، دقیقا در این قسمت بازه رو به ما داده
نه، یک مجهول داریم. اون مجهولی که ما داریم اتا نیستش. اینجا مجهول ما دقیقاً آنتالپی 4 هستش که به دستش نیاوردیم، یعنی 4S رو به دست آوردیم ولی آنتالپی شرایط واقعی رو ما به دست نیاوردیم. پس میام از این فرمول استفاده میکنیم که برای آنتالپی 4 مون برای این کار H4 رو میاریم این ور و معادله رو به این شکل می نویسیم و اعداد رو جایگذاری می کنیم. نه دهم همون 90% هستش که گفته شد داخل صورت سوال. و این به این مقدار میرسیم. 922 ممیز 79 کیلو ژول بر کیلوگرم. ما به این مقدار میرسیم. آنتالپی نقطه 4 هم تونستیم به دست بیاریم. در مرحله بعد ما گرمای ورودی خروجی هم ازمون خواسته بود دیگه. بعد یعنی کیو این کیو اوت رو به دست بیاریم و از طریق کیو این و کیو اوت کار خالصی که میگیریم از این سیستم رو هم محاسبه بکنیم. فرمولاش خیلی راحت هستش برای این چرخه، فقط باید حواستون باشه که با هم دیگه قاطیشون نکنید. برای گرمای ورودی از این فرمول استفاده میکنیم که آنتالپی نقطه 3 منهای آنتالپی نقطه 2 میشه. برای کیو اوت هم آنتالپی نقطه 4 که به دست آوردیم منهای آنتالپی نقطه اول میشه. این اعداد رو اگر جایگذاری بکنید مقدار گرمای داده شده به سیستم و مقدار گرمای مصرف شده یا خروجی از سیستم رو میتونید به دست بیارید. این هم واحدش رو میذاریم. اینها رو هم جایگذاری میکنیم اعداد رو طبق اعدادی که بهمون داده شده و مقدار رو به دست میاریم. برای محاسبه کار خالصی که دریافت میکنیم هم کیو این رو منهای کیو اوت میکنیم و به راحتی با کم کردن این دو مقدار به عدد 435 ممیز 8 دهم BTU بر روی پوند مس میرسیم. در مرحله بعدی باید دبی جرمی رو محاسبه بکنیم که به توان خواسته شده توسط مسئله برسیم. توان خالصی که داشتیم رو به دست آوردیم. توان واقعی خواسته شده طبق مسئله 2500 کیلووات بود. اگر ببینید اینجا، پس طبق این ما میاییم برای محاسبه امداتمون از توانی که بهمون داده شده یا W دات استفاده میکنیم. W دات نت برابر هستش با امدات در کار ویژه خالص که از این طریق میتونیم دبی جرمی رو محاسبه بکنیم به راحتی. به ما گفته بود 2500 کیلووات و کار خالصی هم که خودمون به دست آوردیم 435 و 8 دهم بود. اینجا هم باز یک تغییر واحدی داریم به خاطر اینکه اون کیلوژول هستش و ما باید به BTU تبدیلش بکنیم. میایم با ضرب در این ضریب
این تغییر واحد رو انجام میدیم که امداد ما یا مقدار جرممون میشه 5/437 پوند بر ثانیه. اگر بخوام بهتون واحدهاش رو بگم، این 2500 که ما داشتیم کیلی ژول بر ثانیه هستش، چون توانه دیگه، و این رو هم که به دست آوردیم همون بالاتر هم نوشتیم BTU بر پوند مس هستش. ما اینجا اطلاعاتی که خواسته بود رو تا به الان به دست آوردیم. در ادامه باید توان توربین و گرمای ورودی واقعی رو به دست بیاریم و در مرحله نهایی هم بازده چرخه رو به دست بیاریم و دیگه سوال تموم میشه. کلا 2 مرحله دیگه مونده. توان توربین یا W.T برابر هستش با امداد در آنتالپی نقطه 3 منهای آنتالپی نقطه 4. اطلاعات رو داریم، می نویسیم. یک تغییر واحد هم باید انجام بدیم. اینها رو ضرب در هم دیگه می کنیم و ضرب در این ضریب که بتونیم تغییر واحد رو به راحتی داشته باشیم و توان توربین ما میشه 2526 کیلووات. برای مقدار گرمای ورودیمون یا کیودات این واقعیمون به سیستم از فرمول امداد در کیوین استفاده میکنیم. کیوین رو داشتیم، امداد هم به دست آوردیم، با ضرب این 2 به مقدار 6876 BTU بر ثانیه میرسیم. در مرحله نهایی هم برای محاسبه بازده چرخه از همون فرمول معروف استفاده میکنیم که اتای ترمال برابر هستش با توان خالصمون تقسیم بر کیودات نتمون، کیودات اینمون، معذرت میخوام، و با تقسیم این 2 عدد بر هم و تبدیل واحد اتامون به دست میاد این مقدار که به درصد تبدیل میکنیم و میشه 34.5 حدوداً درصد. ما بازده میگیریم از این چرخه. این آخرین سوال بود. ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. نیاز به ارسال خلاصه یا گزارش از حل تمرین نیست. این حل تمرینا فقط برای خود شما گذاشته میشه که استفاده بکنید و با نوع مسائلی که قرار هست مشابهشون داخل امتحانات بیاد آشنا بشید. خیلی ممنونم ازتون. وقتتون بخیر باشه.